شب سردی در دامنه‌های مه‌آلود واشنگتن. باد بین علف‌ها می‌وزه و تاریکی روی زمین سایه میندازه. تو دل همین سکوت یه اسم مرتب تکرار میشه. اسم چاهی که نزدیک به 3 دهه ذهن مردم رو درگیر خودش کرد. چاه مل. جمعه 21 فوریه 1997. برنامه رادیویی Coast to Coast AM. مدی با صدای آروم میاد روی آنتن. خودش رو مل واترز معرفی میکنه. میگه زمینی داره نزدیک النزبرگ در واشنگتن، جایی حدود 13 تا 14 کیلومتر دورتر از شهر. روی اون زمین چاه قدیمی قرار داره، دهانه تقریباً 2 تا 3 متر، سنگی و تیره، با دیوارهایی که انگار از فرسایش زمان حرف. واترز توضیح میده که چاه از سالهای قبل محل دفن زباله بوده، هر چیز کهنه و فرسوده‌ای، حتی جسد حیوانات، اما هیچ نشونه‌ای از پر شدنش دیده نمیشه. اون یه طناب با یه وزنه سنگین رو میفرسته پایین و وقتی به بیش از 24 کیلومتر میرسه هنوز هیچ نشونه‌ای از برخورد با کف دیده نمیشه. هیچ صدایی از اعماق نمیاد. سگ‌ها اصلا حاضر نیستن به لبه چاه نزدیک بشن. بعضیا ادعا میکنن حیوان مرده‌ای که داخلش انداختن بعدها زنده دیده شده. رادیوهای قدیمی نزدیک چاه گاهی صداهای نامشخص پخش میکنن، نغمه‌هایی که به دورانهای دیگه میخورن. ماجرا کم کم میترکونه. هزاران نفر شنیدن، تحلیل کردن، حدس زدن، اما هرچی محبوبیت داستان بالا میره سالهای بیشتری هم مطرح میشه. این چاه دقیقاً کجاست؟ چرا هیچ سندی از مالکیت مل واترز وجود نداره؟ چرا هیچ عکس یا مقتضیات مشخصی ارائه نمیشه؟ سال 2002 یک گروهی برای پیدا کردن چاه میرن به اون منطقه. گزارش‌ها نشون میده که نتیجه سفرشون فقط ناامیدی بوده. نه چاهی با اون مشخصات پیدا میکنن، نه مدرک محکمتری از چند تا تماس رادیویی. منابع رسمی و زمینشناسا هم تأکید میکنن که وجود چنین عمقی غیر ممکنه. زمین تو اون عمق دووم نمیاره. اگه همچین چاهی وجود داشت باید کلی نشونه ثبت شدنی ازش میبود. تا امروز اسم ملز هول همونقدر زنده است که روز اول رادیو پخش شد. چاهی که هیچ کس پیدا نکرد، هیچ عکس قطعی ازش ثبت نشد، هیچ سندی وجودش رو ثابت نکرد، مثل یک نقطه تاریک توی نقشه روشن. با این وجود هنوز یه سوال گوشه ذهن ما سنگینی میکنه. اگه ته یه چاه توی کوههای واشنگتن پیدا نشه، اون پایین